یو گایز خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو کانال ایگزون. البته با صدا من سیزنتریکس هم و این اسکولی که اینجا میبینید ایستادم زدیکسه. سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو جدید با صدا. اولین ویدیویی که با صدا داریم میگیریم. آقا بگو دوستان همین دیگه، بریم بازی کنیم تا ببینیم چیکار میکنیم. چرا اون طرفی راش میدیم؟ نمیدونم. آقا من تو این ویدیو بهتون میگم من ماتریس خارجم، بدبخت فشار بخور. آقا تو این ویدیو من بهتون میگم که یعنی ما بهتون میگیم که توی این چنل چیکار قرار بکنیم. آقا توی این چنل ما قراره از بید وارز بذاریم، از فایبال فایت، از بید فایت، از همه چی در کل. گره زدم چیز کن، بیا من پشم ندارم، بیا بیس بلو بای کلنگ و تبر. گره همه رو الیمینیت کردم، یه تنه اصلا پرو. خوبه. آقا توی این چنل ویدیو بابا بذار زر بزنم دیگه. آقا بچه‌ها خودشون بدونن دیگه، همین روندی که توی شورت ها مثلا میذاشتیم و ادامه میدیم. شورت میذاریم باز براتون 2-3 روز یه بارم ویدیوی لانگ داریم مثل همین الان بارات. حالا شاید یکیمون نیاد یه بار. دوستان این ویدیو اگه این ویدیو 10 تا ساب بگیره میرم دراما میکنم با سون سیریز. بیا پایین. با نصف شدش فیلم. پشم بده. من بیریز میزنم تو بدشون میزنم که بدو. خیلی دون 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 سب کن من الان میام. بیا من مردم. تو کجا میای؟ من مردم. سری بیا، من بیستم تا با اسپیریت. چرا گلداتو میندازیم گوشه بدبختا رو؟ حاجی چه کومبویی از بلو گرفتن. زدیش بده شو. نه بابا چی؟ آره بابا خود چی میگی؟ من داشتم میزنم. اسکو الیمینیتش نکرد. یا خدا یهش بیاد. آجی یارو افتاد، من داشتم میافتادم. گرین هست تو بازی؟ نه آره نه نیست. سب کن من تو خود جنریتورش نمارم. دوستان ساب کنید تو خودم پولاش میکروفون نداریم. من که با میکروفون هدست هم زد میکنم ولی آراد نداره. پیسیم زغالی همونطور که میبینید. من FPS هم 82. اگر ساب کنید به ما، منم FPS هم 380. بعضی وقتا 1000 میشه البته. آقا اگر ساب کنین یا مثلا ما بدون بفهمیم که شما دوست دارین که ما بازم براتون ویدیو بذاریم، حتما چالش های خفن میریم براتون. نمیدونم همه چی دیگه. من بکنم کجا؟ وای خف بدمون. نرفت 4 چیه زدمش. مثلا میخواستم پینکو بزنم. ایزی پیزی. پینک یه نفره. چیکار کنم من؟ پینک یه نفره بریم. آخه تو از یه ور بیا، من یه ور دیگه. اوکی. من دارم میرم بدش. برو. منم تو راهم. وای داشتم وید میشدم واقعا دارم میام. اوکی دیدمت. اگه که وید میشدم یارو تو بیسش نیست فکر کنم. درسته؟ الان بیسش هست. آره کجاست؟ من وید بابا چرا خب اسکول الان میره بدونه میزنه. خوب
این اگه تو بیس بود بگو بیام. اوکی نیست تو بیس. دیدمش. آها میخوای با من پیوی کنی؟ نه الان هدفت چی بود از پیوی کردن با من؟ آقا مچ اولی که وین کردیم، برو بریم برای مچ دوم. لیتس گو. میاد پیشتون با خوشحالی، عشق آب این توپولی، استفنج کوچیک. خب بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. امیدوارم که از ویدیو خیلی خوشتون بیاد. راستی یادتون نره کامنت بگین که شما سکرتریام نیست. من که خودم فکر نکن. خب کامنت زدید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، فراموشتون نشه. مرسی که ویدیو رو تا آخر دید. اون ویدیو شورتی هم که می‌ذاریم حتما ببینید، خیلی خنده دار بود. همین دیگه، خیلی ممنونم، دمتون گرم. فعلا بای بای. راستی اون اسم ویدیو شورته که آراد گفت اسمش چیه؟ فرار مغزها میذارم. خیلی باحال شده. یه مچ کلا فرار کردیم از دست همه. حتما اونو ببینید و احتمالا یه تیکش هم بذارم تا ویدیوی بعدی. بای بای. بابا نزدی بدو. فرار کن. کنار.